السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان عزیز و بینندگان محترم، امیدوار هستم که همگی صحت و سلامت و خانه آباد باشید. قبل از همه ماه شریف رمضان را به یکایک شما و به جمیع خاندان شما و به تمام مسلمان های روی دنیا تبریک و مبارکباد میگویم و این چنین از درگاه الله سبحانه و تعالی عاجزانه خواهش میکنم که این ماه را سبب مغفرت گناهان، سبب بازگشت از گناهان، سبب سربلندی ما و شما در دنیا و در آخرت باشد. خوب هموطنان عزیز، یک چند ساعت پیش همراه یک برادر یک جا رفتیم. خلاصه او برادر با یک شناسش، با یک رفیقش تلفنی صحبت کرد و یک کمی از نرخ‌های خوراکواری ها در تاجیکستان سوال کرد و جواب‌های گرفت که راستی مرا مجبور ساخت که این نوارا بکنم و در همین مسئله چیز گفتنی داشته باشم. خب او برادر گفت که نرخ گوشت در دوشنبه 65 تا 70 سومانی است و در آلمان کیلوی گوشت 7 یورو است. شما فرقیت ببینید که تاجیکستان برابر به آلمان، در آلمان کیلوی گوشت 7 یورو است، در تاجیکستان هم 7 یورو است. در آلمان پسترین معاش 1,500 یورو است، در تاجیکستان بلندترین معاش 150 یورو. اما نرخ‌های خوراکواری برابر هستند. خوب، در آلمان 1 کیلو آرد 35 سنت است. در تاجیکستان یک خلطه آردی 50 کیلو ها تگی 200 سومونی. فرقیت ها را ببینین. در آلمان کمترین معاش 1,500 یورو است، در تاجیکستان بلندترین معاش 150 یورو. آیا همین ایروی انصاف است؟ من حیران میشم اصلا که مردم تاجیکستان از کجا با وجود این قیمتی ها از کجا میوان میخرند. سبب همه قیمتی ها مخصوصا در ماه شریف رمضان این همی امام علی رحمانوف است و سبب قیمت کردن نرخ ها در ماه شریف رمضان از جانب امام علی رحمانوف این است که این امام علی رحمانوف یک نفری است که نفرت به دین اسلام دارد، نفرت به مسلمان ها دارد. از این حساب نرخ آذوقه‌واری را در ماه شریف رمضان این بار یکم نیست، یکم سالش نیست. هر سال نرخ آذوقه‌واری در تاجیکستان در ماه شریف رمضان مخصوصا بالا می رود. با کمش 40%، 35% بالا می رود. این از نفرت است. من حیران میشم در همون مسلمان های تاجیکستان که 97% جامعه را تشکیل میکنند، در این گونه ظلم، در این گونه نفرت ها، در این گونه قیمتی ها سرخم میکنند و تحمل میکنند. مگر مسلمان بودن همین یک پونکت داره؟
لا ضرر است؟ آیا شما ولا ضرارش عمل نمیکنین؟ مسلمان کسی هست که لا ضرر ولا ضرار، ضرر نمیرساند و ضرر نمیبیند. قیمت رفتن نرخ آذوقه‌واری در تاجیکستان در ماه شریف رمضان این ضرر به مسلمانان نیست؟ چرا شما در این ضررها خاموش هستین؟ غیر از رمضان هم نرخ آذوقه‌واری در تاجیکستان نه چندان ارزان است. آیا ضرر نیست؟ آیا ضرر به جیب شما نیست؟ آیا ضرر در زندگی شما نیست؟ آیا ضرر در عائله شما نیست؟ آیا اینمی قیمتی ها سبب ویران شدن چندین عائله ها شدگی نیست؟ آیا همین سبب نمی شود که همسر شما از نیافتن یک خوراک درست بیزار از خانه شما بشه بیرون بروه؟ پس چرا شما سر بالا نمیکنین؟ برای چی یک بار از این حکومت شما طلب نمیکنین؟ برای چی شما یک بار نمیپرسین از این حکومت که این چی جبر است بالای مردم انجام میتید؟ 28 سال 29 سال میشه که امام علی رحمان در سر قدرت است. تا امروز مردم تاجیکستان برای پیدا کردن یک لقمه نان به مهاجرت مهنتی می روند. برای چی شما یک بار از این حکومت جای کار طلب نمیکنین؟ برای چی وقتی که یک چیز قیمت میکنن شما سوال نمیکنین حکومت؟ برای چی شما حکومت نمیگین که چرا نرخ گوشت در تاجیکستان برابر نرخ گوشت در آلمان است؟ 70 سومانی یک کیلو گوشت یعنی 7 یورو برابر به 7 یورو است. در آلمان هم 7 یورو است کیلوی گوشت. برای چی شما طلب نمیکنین از حکومت؟ برای چی حکومت شما سوال نمیکنین که با کدام معاشه که تو برای ما تامین کرده ما این گوشت بخریم؟ شرم نداشته با میخیزن هم چاپلوسای رحمانوف از رحمانوف طرفداری میکنن. معلم 800 سومانی میگیره، 5 فرزند داره کم از کم. 800 سومانی را بگیره برای یک ماه رمضان اگر گوشت نخرم است روزه گرفتن برای او قیمه. مجبور است که برای ماه رمضان همه 800 سومانی که معاش میگیره فقط گوشتش بخره. روغن تا 90 سومون 100 سومون خسته است لیترش. آرد تگی 200 سومونی است. شما چی میکنین با این مردم؟ و خیلی کشتنی این مردم ها یک افتمت بگیرین بکشینشون تیستر جانشون ببروی سبکشون میغلطه. نه خود تا این درجه انسان به رحم بشه به انصاف بشه که به همین خیلی ظلم مردم ها بکشه. یا اینکه نخوا شما این مردم این قدر به انصاف باشین که بجان خودتون، بجان فرزندای خودتون، بجان اهل بیت خودتون رحم نکنین. همه این چیز در ترتیب در آورده میشوه. فقط طلب کردن در کار از حکومت، فقط حکومت لجامش کشیدن در کار. هم چنده که خاموش بیسین هم قین کردن میگیره زندگی شما را. مشکلی در زندگی شما یک راه درآمد در جیب رحمانوف است.
برای او فرق نمیکنه، او فایدهش گرفته است، قیمت میکنه نرخه، بیار در جیبکش پول پر کن. اما برای شما مشکل است این چیز. شما کار میکنین، زحمت میکشین، با وجودی همو اشکمی سیر نمیبینین. او با شما انصاف نمیکنه، شما بختون انصاف نمیکنین. شما نمیخیزین یک بار سر بالا بکنین. همین رحمان چی کار برای شما نکرده است که شما، یعنی چی ظلم به شما انجام نداده است که شما در انتظار هستین که همون ظلم بکنه بعد قیام بکنین؟ تمام نمود ظلم بالای شما روا دیدگی است.